او گفت که در داخل بسته تنها یک فوتبالکه هست و آن را به سراغه رساند. من راضی شدم ولی در دلم شبهه پیدا شد. بسته را گشودم که در آنجا مواد مخدر بود. الیور مهاجر قرغیزستانی در مسکو در شرکت خدماتی یاندکس فعالیت میکند. او میگوید چند پیش یک سپارش گرفت و قریب بود به اختیار شریک جنایت شود. آدم را از روی نمود ظاهریش می شود فهمید که نشمند است یا نه. فرمایشگر لاغر بود و افسرده می نمود. در حال فکر کردم که چطور او همگی یک فوتبالکه ارزشش 1,500 روبل را فرمایش می دهد. سفر تقریبا 1 ساعت طول می کشد. او اینقدر پول را از کجا می گیرد؟ الیور توکلی بسته را گشود. در آن یک فوتبالکه کهنه بود و در داخلش خلطه سلوفانی با خاکه سفید. راستی گپ در اول ترسیدم. من به بخش تکنیکی شرکتمان نوشتم. گفتم که از اجرای این سفارش دست میکشم و بسته را میپرتایم. بخش تکنیکی چیزی نگفت و درخواست را بیکار کرد. من برایشان عکس‌ها را فرستادم و همه چیز را طوری بود نوشتم. خلطه را به پرتوگاه انداختم. بعد سفارش نوبتی را قبول کرده کار را دوام دادم. این مهاجر به پلیس مراجعت نکرد اما همه را همچون دلیل در تلفنش ثبت نمود. پس آن به فرمایشگر زنگ زد. او به الیور تهدید نموده طلب کرد که بسته را برگرداند. من به او گفتم شما می‌خواستید مرا گمراه کنید. وی همه را انکار کرده به تهدید کردن گذشت. بعداً از چند رقم دیگر هم زنگ زده و به من تهدیدها کردند که اگر بسته را برنگردانم مرا میابند. من گفتم هر کاری که می‌خواهید بکنید. به گفته الیور آنهایی که در مسکو همچون کوریر کار میکنند باید خیلی احتیاطکار باشند. جنایتکاران اکثر وقت برای انتقال مواد مخدر از غذارسانها و دیگر خطکشانها استفاده میبرند. به همین دلیل بسیاری از هموطنان ما پس پنجره رفتند، فریب خوردند. اکثر آنها حتی در این باره نمیدانستند. آدمان زیادی از قرغیزستان آمده به کوریری مشغول می شوند و گمان می کنند که این کاری آسان است. آنها حتی نمیدانند که چی انتقال می دهند. اگر الیور زیرکی نمی کرد و بسته را نمی کشود امکان داشت برای قاچاقبری زندانی شود. طبق حسابها هر سال شماره قربانیان چنین جنایت‌ها در شهرهای روسیه افزایش می‌یابد. بر پایه آمار وزارت کار خارجه قرغیزستان اگر در سال 2021 برای انتقال مواد مخدر در روسیه 324 قرغیزستانی را محکوم به زندان کرده باشند، در سال گذشته این رقم به 614 عدد رسیده است که تقریباً 2 برابر بیشتر است.